سلام، اراده است. خیلی مخلصم. امروز اومدم در مورد اسپری دو فاز براتون صحبت کنم. خب خیلی از من سوال کردن که اسپری دو فاز چیه و کارایش چیه. باشه، اسپری دو فاز یک اسپریه که قبل از سشوار کشی باید به موهاتون بزنیم و یک لایه چربی روی موهاتون میاره و محافظت میکنه در برابر حرارت سشوار از موهاتون. من امروز میخوام یه آزمایشی براتون انجام بدم با استفاده از فندک، گوشت‌باکن و خود اسپری دو فاز که بهتون بگم کارش چیه دقیقاً. ببینید بچه‌ها، اسپری دو فاز وقتی روی مو میزنید، وقتی میخواین سشوار کشی بکنین، ببینید مو به هیچ عنوان نمیسوزه. ولی شما فرض کنید اسپری دو فاز روی موتون قرار نگرفته و سشوار میکشید، میبینید که خیلی راحت مو میسوزه. دلیل اینه که موهای خیلی از شماها بعد از سشوار کشی یا بعد از چند وقت میبینید سشوار میکشین موهاتون میسوزه یا جنسش تغییر میکنه، استفاده نکردن از اسپری دو فازه. من حتما بهتون این اسپری رو پیشنهاد میدم که استفاده کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، یا حق.